خوشبختم که در خدمت شما هستم و روبروی رئیس جمهور روحانی، آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نشستم. آقای رئیس جمهور سلام، شب شما بخیر. خیلی مفتخرم که در خدمت شما هستم و خوشحالم. با سلام به شما و مقام موقت رهبری، ستون اعتدال و معمار کبیر برجام. امیدوارم که بتونم به همه سوالاتی که صبح براتون فرستاده بودم و از قبل مشخص شده بود پاسخ بدم. انشالله. خیلی متشکرم از حضرت عالی و میدونم که با تسلطی که به دانش سخنوری دارید حتما خودتون رو برای گفتگوی خاص آماده کردین، درسته؟ بله، من آمادم. شما هم که از مجریان محبوب نظام هستید. متشکرم که رنگ کتتون رو هم با رنگ ریش بنده ست کردید. امیدوارم بتونید در این گفتگو التزام قلبی و عملی خودتون به نظام رو به نمایش بگذارید. سعی میکنم که همینطور بشه و در این 7 ماه آقای دکتر بعد از انتخابات انقدر اتفاقات مختلف افتاده که امروز فکر میکردم که از کجا شروع کنیم مثلا گفتگو رو. از هر جا که شما شروع کنی بلافاصله به دستاوردهای دولت 12 میرسید که علی برکت الله بسیار فراوان هست. ما برجام رو داشتیم، کاهش نرخ تورم رو داشتیم، اشتغال زایی رو داشتیم و آخرین دستاورد هم تبرئه استاد سعید طوسی بود که واقعا جای تبریک داره. من خود بنده در محضر ایشون تلمس کردم. حالا شما هم از هر جا که میخوای شروع کن. بخشی از منتقدین حضرت عالی اتفاقا در واقعه زلزله میگویند که چرا آقای دکتر روحانی با حلقه محافظان فراوان در اتومبیل ضد گلوله بین مردم کرمانشاه رفت؟ مگر قرار بود چه اتفاقی بیفته اونجا؟ من تعجب میکنم شما سوالاتی میپرسید که آدم هنگ میکنه. همین الان تو مترو، تو خیابون، همین پس پیروزا تو قم برای روحانیت چه اتفاقی داره میفته؟ حالا من نمیخوام توضیح مفصل بدم، العاقل اشاره. خیلی متشکرم از توضیح مفصلتون آقای دکتر. جسارت میکنم دو تا نکته. اول در حوزه همون بازدید از مناطق زلزله زده میفرمایید که من بین مردم بودم، رفتم ساختمان ها رو دیدم، چرا عکس و فیلمی ازش منتشر نشده؟ والا فیلم و عکس خیلی گرفتیم، اما از اونجایی که گفتیم حمله بر خودستایی و تعریف از خود نشه دیگه پخش نکردیم، چون مردم خیلی به بنده و هیکل بنده و اقوام سببی و نسبی بنده، مادر مکرمه، عمه مفخمه، همه عنایت میکردن دیگه. گفتیم یه وقت چشم و گوش بچه ها باز نشه. آقای دکتر روحانی، شما در انتخابات به مردم قول دادید که نگران قیمت ارز نباشند. الان میدونید امروز دلار قیمتش چنده و میدونید همین بالا رفتن نرخ ارز چه اضطرابی بین مردم به وجود میاره. نه والا من خبر نداشتم، یعنی از این اضطرابی که تو مردم به وجود آورده بیخبرم، اما از اضطرابی که در دل مقام عظما و خود بنده و باقی مسئولین ایجاد شده با خبرم. البته سوالتون خیلی خوب بود. ما در این زمینه اقدامات مهمی رو انجام دادیم، براش بودجه هم در نظر گرفتیم و اقدامات مهمتری رو هم انجام میدیم. این که علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومنه؟ من تعجب میکنم از سوال شما. من رئیس جمهور ایرانم، شما قیمت ریال رو باید از من بپرسید. من چه میدونم چرا دلار شده 4750 تومان؟ اینو شما باید از آقای ترامپ بپرسید که چرا دلار رو گرون کرده. زمان انتخابات شما رفتید جایی که مردم شعار دادن ما که هوا نداریم ولی هوا تو داریم. آقای رئیس جمهور، الان همون مردم مکررن در صفحه من عکساشونو میفرستن زیر گرد و غبار، میگن اهواز هوا ندارد، خوزستان هوا ندارد. آقای رئیس جمهور، تا کی باید به اینا بگیم صبر کنید درست میشه؟ صبر کنید درست میشه. ما در این زمینه اتفاقا اقدامات زیادی انجام دادیم. دولت 12 یکی از افتخاراتش تولید هواست. از وعده های بنده که همش باد هوا بود، تا موشکی که هوا کردیم، تا بامبولی که تو برجام هوا کردیم، تا هواییایی که بنده میزنم سمت مقام عظما و اینکه بنده خودم خیلی هوای مقام عظما رو دارم، تا خود مقام عظما که اصلا متخصص هوا فضا هستن. خب ما به تولید انبوه هوا رسیدیم. یه مقدارش هم خب ببرن همین جایی که شما گفتین هوا ندارن. بالاخره مردم چه کنن؟ مردم بیچاره‌ای که پولای کوچولو کوچولوشون رو بردن در این صندوق‌های مالی اعتباری گذاشتن. آقای رئیس جمهور، کاری ندارم مجوز داشتن نداشتن، دولت مسئوله یا نه، و این مردم چیکار باید بکنن؟ واقعا این دردی که شما منتقل میکنید، خودم خیلی متأثر شدم. خود بنده از مالباخته ها هستم. برادرم حسین فریدون، صبیه مکرمه بنده، برادر آقای جهانگیری، فرزندان آقای نوبخت که اینا همه از چهره‌های شاخص مالباخته هستن.
حالا شما گفتید که مردم پولای کوچولو کوچولوشون رو گذاشتن، اما این عزیزان پولای گنده گنده‌شون رو گذاشتن، حالا نمیدونم یا برداشتن. شما میگید مردم چیکار کن؟ اما سوال اصلی اینه که مسئولین چیکار کن؟ اما چون صحبت تا اینجا رسید راجع به فضای مجازی های دکتر با لبخند دارید پاسخ میدید، این جسارت رو من میده. ما یه تناقض‌هایی داریم و خوب از زبان رئیس جمهورمون بشنویم. آقای رئیس جمهور در فضایی که مثلا در یک شبکه اجتماعی رئیس جمهور داره توییت میکنه، وزیرها دارن توییت میکنن، دیپلماسی رد و بدل میکنن، بعد به روی جوانها فیلتره، این بامزه نیست؟ خیلی بامزه است، خیلی هم جالبه. اتفاقا یکی از سوژه های خنده ما تو هیئت دولت هم هست، میگیم میخندیم. تازه خود مقام عظما که نگفتین شما، از شاخهای توییترن ایشون. خیلی هم باهاتون شوخی کردن، گفتن که قرار بود که دست روی دکمه فیلترینگ نره ولی رفت. خب یعنی ما اختیار دستمون هم نداریم، ما ناسلامتی ما رئیس جمهور این مملکتی، ما دست آدم بالاخره خب خیلی جاها میره دیگه، دکمه فیلترینگ که دیگه. البته سوال خیلی خوبی بود، ما اقداماتی رو در این زمینه انجام دادیم که انشالله بازم انجام میدیم. بسیار سپاسگزارم از محبت حضرت عالی و اگر اجازه بفرمایید از طرف بسیاری از جوانها با حضرت عالی در پایان برنامه دست بدم. خیلی ممنون. شب عالی بخیر و متشکرم. خدا نگهدار شما. ممنونم از بینندگان.